Shall we begin? من روژان هوشیار 36 سالمه. فکر کنم سال 2014 اینا بود مهاجرت کردم، 2014-2015 به ونکوور. فوق لیسانس اینفورمیشن منیجمنت دارم از دانشگاه تهران، ولی خب از اونجایی که پشن من همیشه فشن و آرت بود رفتم دنبال رویاهای خودم و خب کلی مدرک گرفتم تو شو دیزاین، شو پترن میکینگ، بگ دیزاین، بگ پترن میکینگ از سکول آرسوتوریا. از بچگی عاشق نقاشی بودم، عاشق طراحی بودم، جوری که با ماژیک و خودکار و اینا رو کیف و کفش مامانم همیشه میدزدیدم، نقاشی خودم رو میکشیدم، طرح‌ها و المانایی که دوست داشتم روش دیزاین میکردم. بعضی وقتا لباساشو برمی داشتم قیچی میکردم، با هر چیزی که میتونستم به هم وصل میکردم. سال 2013 توی ایران برندم رو به اسم لفم روژ ثبت کردم و رجیستر کردم. از 4 سال پیش تمام سعیمو کردم که تا جایی که میتونم برندم رو ویگن و ساستینبل بکنم و امروز برند من حدوداً almost sustainable برنده و این موضوع توش خیلی برای من مهمه. خب خیلی همیشه واسم مهم بوده که اون traditional element ها یا Persian element ها رو کامباین بکنم با ترند امروز و با اون مدرنیته بودن امروز، مخصوصا حالا توی این سمت توی کانادا. همیشه سعی کردم یه جوری باشه که حالا هر پیسی میخواد باشه، میخواد اکسسوری باشه، میخواد هر پیس دیگه این باشه که دیزاین میکنم، اینسپایرد بشم با هنر ایران، با تاریخ ایران، با فرهنگ و تمدن ایران و اون روتسم و ریشم رو هیچ وقت از دست ندم و بتونم یه جوری حداقل من تو حیطه کاری خودم، توی اینداستری خودم بتونم این رو بازنمود بکنم و به عنوان یه پیس اون رو به آدم‌ها نشونش بدم. چیزی که من ازش یاد گرفتم و از مردمش خیلی یاد گرفتم آرامش، صبر و سخت کوشیه و واقعا این ستا رو به شدت مخصوصا توی ونکوور میبینم و به شدت سعی کردم ازشون یاد بگیرم و توی کارم و حیطه کاریم ازش استفاده کنم. من همیشه میگم فشن has a voice، صدا داره، یه موسیقی داره، یه حرفی برای گفتن داره فشن. خب هر چیزی که به نظر من مربوط به آرت، دیزاین و فشن باشه داره یه معنایی رو نشون میده به یک سبک دیگه و خب فشن هم همینطوریه. به نظر من ما میایم از چیزی که اینسپایرد میشیم و برامون اینسپایرینگه و اون پیسی که داریم طراحی میکنیم و اون وایسی که فشن میتونه داشته باشه، اینا رو با هم دیگه میکس میکنیم و تبدیلش میکنیم به یه پروداکتی که قابل پوشش میشه برای یک فرد دیگه و ما با اون وایسی که فشن داره و با اون پیسی که طراحی کردیم در اصل داریم اون ریشه خودمون، هویت خودمون به عنوان دیزاینر، به عنوان تولید کننده نشون میدیم. یعنی از صفر که ایده از شروع میشه و تو دنیای فشن با اون معنایی که داره، با اون وایسی که داره جلو میره و میرسه به مرحله پروداکشن، تولید و بعد میرسه به دست اون حالا کاستومر یا اند یوزر ما. مهمترین چیزی که برام خیلی مهمه، همیشه میخواستم بگم، اینه که زنای خاورمیانه با وجود تمام پرشرهایی که روشونه ولی به شدت قویان، به شدت اینسپایرینگن و به شدت ستایلیشن. در کنار اون سعی کردم
به تک تک آدم هایی که حالا آدینس من هستن یا در آینده میخوان آدینس من باشن، با اون چیزی که تو ریشه من، تو روتس من وجود داشته، بتونم یه جورایی کانسپتی که میخوام رو بهشون نشون بدم. حالا میتونه یه کالکشن باشه که من تو سال فقط یه کالکشن میزنم به خاطر ساستینبل بودن برندم و میام اون کالکشن رو با اون استیتمنتش، با اون کانسپتی که داره و اون پترن یا اون ایده که حالا میتونه کوه باشه، برگ باشه، آثار باستانی باشه، کاشی یه جایی باشه، ایده بگیرم، نمود پیدا بکنه توی پروداکتی که دارم، درستش میکنم. یعنی تک تک پیسام و کالکشنم یه کانسپتی پشتشون داره، حتی اسمشون هم همونجوریه، مثل رخ، مثل خاتون، مثل سراب. اکسسوریام خیلی پاپولار تر هستن برای اینکه با اون پترن ترادیشنالی که حدوداً دارن ولی در عین حال مدرنه میتونن بپوشن و لوکشون رو خیلی الیویت کنن. این گوشواره که گوشواره خاتون هستش که از بتجقه ایرانی الهام گرفته شده و از خورشید که تابان نور داره و الهام بخش و قدرت داره و جسوره و این نور و آفتاب رو، بتجقه رو ترکیب کردم توی کالکشنم و شد بخشی از استیتمنتم. حالا اتفاقا بدم نمیاد بخونم برات کانسپت این کالکشنم و استیتمنتی که داره به فارسی. زنان جسور و یاغی مانند جرقه‌ای وصف ناپذیر از زندگی هستند. آنها آزادند و به دنبال آگاهی بیشتر. آنها به هیچ کسی جز خودشان تعلق ندارند، اما بعضی از وجودشان را با کسانی که در میان مسیر ملاقات می‌کنند تقسیم می‌کنند. اگر با چنین زنی آشنا شدید، او را در آغوش گرفته و از دست ندهید، چرا که او شما را به سرزمین شگفت‌انگیز و پرنور وجود خود دعوت می‌کند و جادوی خود را به شما نشان می‌دهد. او زنی است همچو سرو ایستا. در کنار این که هر کالکشن یه اسمی داره، هر پیس و هر پروداکتم و هر دیزاینی که انجام میدم پشتش یه اسمی داره. خب سعی میکنم دنبال اسامی خیلی قشنگ و قدیمی ایرانی باشم، ولی وقتی که اون اسم رو پیدا میکنم سعی میکنم معناش رو بخونم، رو معناش فکر کنم و ببینم که آیا اون معنا به پیسی که من تو ذهنم دیزاین کردم نزدیک هست یا نه. یعنی به اون استیتمنت هم، به اون حالی که داشتم تو اون لحظه داشتم پیس رو طراحی میکردم نزدیک هست یا نه و بر اون اساس این اسما رو میذارم. اگه همیشه ازم بپرسن حتی 100 سال دیگه که خونت کجاست، کجا رو بهش میگی هوم، من بازم میگم ایران. یعنی همیشه گفتم، بازم میگم، برای من یه جا زندگی، یه جا خونمه و اونم فقط و فقط ایرانه. درسته هر کس به یک دلیلی مهاجرت میکنه که هزاران چیز پشتشه، اما من به شخص به نوعه به نظرم ایران کشور منه، ایران سرزمین منه. من عاشق ایرانم و همیشه احساس میکنم ایرانی میمونم. حتی اگه 40 سال دیگه هم بگذره باز دوست دارم محل زندگیمو، کشور زندگیمو، خونم رو بگم ایرانه. دارم واسه هر چیزی تنگ شده، حتی واسه کاشیا، واسه دیواراش، واسه سر و صداش، واسه هوای آلودش بعضی وقتا. خیلی خیلی دلتنگی، خیلی حس بدیه، ولی میتونم بگم واسه هر چیزی تو ایران یه جورایی دلم تنگ شده و میشه. دلم واسه طبیعت ونکوور، آرامش بیش از حد ونکوور و اون ریسپکتی که آدم ها بهت میذارن خیلی تنگ میشه. اینجا واقعا نکست لول اون آرامش و احترامی که آدم ها تو مسیر زندگیشون به هم دیگه میذارن و شاید واقعا دلم واسه این 3 تا چیز تنگ بشه. یه بیت شعر هست که خیلی دوست دارم که عاشق این بیت هستم: هوشیار کسی باشد که از عشق نپرهیزد، وین طبع که من دارم با عقل نیامیزد. این یه بیت شعر چیزیه که من همیشه واسه خودم مرورش میکنم و واقعا احساس میکنم یه جورایی کرکتر واقعی خودم هم هستش. مال سعدیه. آره خیلی دوستش دارم اونو.